شروط کلمه لا اله الا الله بله حجت و دلیلش هستن انشاءالله که برای شما رو مونس کردیم. و این یکی از شبهات مشرکین است، یکی از شبهات مبغضین است، اونایی که بغض کننده به منهج سلف صالح هستند. یکی از شبهات جهلا است، یکی از شبهات کسانی که این منهج خواندگی نیستند و دیگر روز همیشه کسی که این شبهه براشون بیاید. به هر حال میگه که کلمه لا اله الا الله شرط و شروط ندارد، یا را نو برآمدگی هستند، در یگان جا نیستند، بلکه گپشون باطل است. چون گفتم یکی از شبهات اونها است، بلکه کلمه لا اله الا الله شرط و شروط دارد و شرط و شروط علما از قرآن و سنت گرفته که هستند. مثل که بعضی از فقها آمدن در جهت واجبات و سنت های نماز از قرآن و سنت استنباط کردن گرفتن، نه که همون چیز در قرآن هست، در حدیث هست، و آمدن به ترتیب اونها چون کردن ترتیب در آوردنش که این جز سنت ها هستن 1 2 3 و 4 کردن، و در حدیث هم اومد که 1 2 3 4 5 تا 10 تا سنت ها باشن، یا که واجبات باشن یا که فرایض باشن، نیست، به طور عموم آمدگی است. پس علما و فقها آمدن 1 2 3 و 4 ترتیب کردن، از سنت ها را جدا، مستحبات و فرض و واجبات جدا ذکر کردن در کتابشون. بر اساس چی؟ بر اساسی که در قرآن و حدیث آمدگی هست برای مردم آسان شدن از خلال آیات قرآن و حدیث رسول صلی الله علیه و آله را گرفتن. پس لهذا علما هم، علمای اهل عقیده، علمای اهل توحید مثل حافظ حکمی رحمه الله و دیگر از علما آمدن از آیات قرآن و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم چه گرفتن؟ شروط کلمه لا اله الا الله را، شروط کلمه لا اله الا الله را. و امروز هر کس لا اله الا الله میگه، که آیا هر گوینده لا اله الا الله نجات یافتگی است؟ آیا هر گوینده لا اله الا الله که گفته که آیا همه گفتنش صحیح و درست است؟ نه، بلکه باید که شرط و شرایط بکند و این چیز طبیعی است. مثلا مثال مثال الله در قرآن میگه یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، منافقین یقولون بافواههم، با زبانهاشون میگفتن یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، ولی در قلبشون نبوده، یعنی که یقین نداشتن، اونها به این کلمه یقین نداشتن، به زبان میگفتن ما مسلمان هستیم لا اله الا الله میگفتن به خاطر منافع نفسی خودشان، اما در قلب اونها نبوده. این الله گفته است. خب پس در اینجا چی در اینجا که انسان وقتی که کلمه را لا اله الا الله به زبان گفته به قلبش به این یقین بکند، درست است، به این یقین بکند. یا که الله عز و جل در قرآن میگه پس یک از شرط کلمه شده که یقین، یا که علم به کلمه لا اله الا الله. الله در قرآن سوره محمد میگه فعلم انه لا اله الا الله، پیامبر دستور میدهد بدان، چرا بدان همین کلمه لا اله الا الله. و امام بخاری رحمه الله باب اسمی که در صحیح بخاری باب العلم قول و العمل، علم قول از گفتن و عمل کردن است. قبل از اینکه بخوای که عمل بکنی، قبل از اینکه میخوای که بگویی، اول باید علمش بدونی. پس قبل از اینکه لا اله الا الله میگویی، پس این لا اله الا الله را باید چی؟ وقتی که لا اله الا الله گفتی، وقتی که میخوای وارد عمل بشی، پس باید که علم همین لا اله الا الله را که نفی میکند تمام چیزهای باطل را و اثبات میکند جز دیمی کلمه الا الله اثبات میکند، پس همین را باید بدونی، به همین علم داشته باشی. الله در قرآن میگه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر کسانی که شاهد بدن. شاهد برچی میشود؟ که کس شهادت میدهد بر اینکه علم داشته باشد که شهادت میدهد، یعنی سبب بداند که شهادت میدهد، و در حالی که اونها چه بدن؟ به شهادت به حق میدونن، به کلمه لا اله الا الله میدونن، در حالی که میدونستن. پس ببین لا اله الا الله، پس علم شرط از چیز شرط های کلمه لا اله الا الله شده. و دیگر اینکه در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میاد بر روایت صحیح در صحیح مسلم بر روایت عثمان رضی الله عنه میاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که اگر بمیره در حالی که یعلم میدوند، چرا میدوند؟ که همانا لا اله نیست هیچ معبودی بر حق الا الله مگر الله، دخل الجنه، داخل جنت میشود. این حدیث صحیح در روایت به صحیح مسلم میاد. پس ببین در اینجا شرطش قرار داده خدای پیامبر، هر کسی که بمیره در حالی که بداند کلمه لا اله الا الله را، و کسی که اگر مرد نماز میخوان، روزه میگرفت، نه کلمه لا اله الا الله را نمیدونست، همین کلمه به چیزی نفی میکرد، چیزی اثبات میکرد، پس این نماز و روزه اینا همش باطل هستند، صحیح نیستند. برای چی؟ به خاطر اینکه نمیدونست اصل کلمه لا اله الا الله را، الله را نمیشناخت. این کلمه به چیز نفی میکرد، چیز اثبات میکرد، کفر به طاغوت نداشت. ایمان به الله، کفر به طاغوت، ایمان به الله این است که باید کفر به طاغوت ورزید، بعد ایمان به الله. این صحیح جزء اصل کلمه لا اله الا الله است. وقتی که این را ندونست، پس این روزهش، این نمازش، پس چی فایده دارد؟
اذیت همین به خاطر همین است که امروز دشمنان اسلام بر علیه این منهج صحیح و پاک شده هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که همین خود شرط کلمه لا اله الا الله وقتی که انسان میخواند با حجت با دلیل بیدار میشود، الکی کفر و نفاق و مشرکین و منافقین میشناسد. اذیت همین است که امروز کفار منافقین و با پیروانش با دیگر از اهل مشرکین از اهل بدعت و خرافات بر علیه این منهج شده هستند. الله اینها را هدایت بکنه اگر الله یقیدت باشد. بارک الله فیکم و السلام.